این اسپری که میبینی جدیدترین تکنولوژی برای خاموش کردن آتیشه و این رفیقمون میگه اگر به هر دلیلی مبل وسط حالتون آتیش گرفت خیلی راحت میتونید با یه پیس خاموشش کنید. برای اینکه بفهمیم کار میکنه یا نه اول باید مبل وسط حالمون رو نفتی کنیم. بعد یهو به خودمون میایم میبینیم کل زندگیمون داره میسوزه، ولی نباید نگران بشید چون اسپری آتیش خاموش کنمون باید خاموشش کنه. خاموشش نکرد. وای خاموش شد. تموم شد. ولی اصلا لازم نیست نگران باشید چون یه دونه دیگه دارم. بالاخره تونستیم مبلمون رو نجات بدیم. خاموش نمیشه. خب این فروشندمون که زندگیمون رو به آتیش کشید، ولی شما قبل از اینکه به فروشنده های اینستا اعتماد کنید بهتره که این ویدیو رو ببینید چون رفتیم سراغ فروشنده های اینستاگرام و همه محصولاتی که تبلیغ میکردن رو خریدیم تا ببینیم راست میگن یا نه.